اگه تو هم از اون دسته آدمایی هستی که هنوز دنبال هدف زندگیشونن، این ویدیو برای توه. امروز قراره که هدف زندگیمون رو تو 5 دقیقه پیدا کنیم، یا شاید هم کمتر. آدم لایپزینگ یک روشی رو معرفی میکنه که واسه من خیلی جواب داد. ممکنه برای همه جواب نده، کامنت های خیلی متناقضی گرفته بود، ولی به امتحانش میارزه. 80% فارغ التحصیلان دانشگاه ییل، یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب آمریکا، حتی با وجود موفقیتشون و حتی ثروتی که داشتن، ولی باز هم ناراحت و ناراضی بودن. ولی اون یک 20% دیگه که خوشحال بودن، همشون یه چیز مشترک داشتن. اونا یه هدف داشتن. اونا فهمیده بودن که کلید خوشبختی توی داشتن یه هدفه. خیلی سخت نیست، نه؟ اتفاقا خیلی هم آسونه. الان قراره که توی چند دقیقه آینده با هم به این سوالات جواب بدیم. ما تا قبلش دوست دارم یه نکته‌ای هم بهتون بگم. تویی که دارین ویدیو رو می‌بینی مثل اکثر ما هستی و برای زمان خیلی زیادی به این فکر کردی که هدف زندگی چیه، باید بدونی که یه عالمه کتاب و مقاله و مجله و ویدیو یوتیوب در این زمینه هستن. واقعا جالبه بدونی که تو سایت آمازون 151928 تا کتاب با عنوان اینکه چطوری هدف زندگی تو پیدا کنی وجود داره. و خیلی خوبه که ما توی زندگی دنبال این باشیم که هدفمون رو پیدا کنیم، ولی اگه بخوایم تمام زندگیمون دنبال این 150,000 خورده ای کتاب بگردیم و بخوایم همه رو بخونیم، انگار بیشترش رو هدر دادیم. نظرت نیست که اگه هر چه زودتر به یه جنبندی برسیم و بتونیم فقط یه چیزی رو در نظر بگیریم و به سمت اون هدف حرکت کنیم خیلی راحت تره؟ ولی این چند تا سوالم امتحان کن. همین الان یا توی ذهنتون یا یه قلم و کاغذ بردارید و جواب این سوالا رو بدید. سوال اول اینه که چه کسی هستید؟ اسمتون چیه؟ سوال دوم اینه که چیکار میکنید؟ نه که الان شغلتون چیه، چون ممکنه که شغل الانتون رو دوست نداشته باشید. بیشتر اینو جواب بدید که چه کاری رو دوست دارید انجام بدید. مثلا من دوست دارم آشپزی کنم، دوست دارم برنامه‌نویسی کنم. سوال سوم اینه که برای چه کسی این کار رو انجام میدید؟ مخاطب هدف شما چه کسایی از جامعه هستن؟ خیلی مهمه که اینو دقیق بدونیم. رنج سنیشون رو باید دقیق بدونیم. باید بدونیم که بیشترشون آیا خانم هستن، آقا هستن یا میکسی از کل جامعه هستن. و سوال چهارم اینه که اون آدما به چه چیزهایی احتیاج دارن یا چه چیزهایی میخوان. شما وقتی که نیاز مخاطب هدفتون رو بر اساس اون چیزی که دوست دارید بدونید و بشناسید، خیلی میتونید راحت‌تر یک چیزی رو ارائه بدید. و سوال پنجم اینه که اون آدم‌ها در اثر این چیزی که من بهشون ارائه میدم چه تغییری میکنن، یعنی من چه تأثیری میذارم. اگه تونستی جواب این سوالا رو بدی، تو کاری کردی که دانشجوهای فارغ التحصیل دانشگاه ییل تو 25 سال نتونستن انجام بدن. این فرمولاسیون چرا اینقدر قدرتمنده؟ چون وقتی که بهش دقت میکنی میبینی که از 5 تا موردی که وجود داره، 2 موردش فقط در مورد ماه و 3 مورد دیگه در مورد بقیه است. آدمایی که خوشحال ترن هدفشون اینه که بقیه آدم‌ها رو هم خوشحال کنن. حالا اگه تونستی با این چند تا سوال هدف زندگی تو پیدا کنی، از این به بعد که توی یه موقعیتی قرار گرفتی که یکی ازت پرسید شغلت چیه یا مثلا چی کار میکنی، چی کاره‌ای، به جای اینکه استرس بگیری مثل همیشه که ماها هممون استرس میگیریم به خاطر اینکه یا احساس میکنیم که مسیرمون هنوز مشخص نیست، یا احساس میکنیم اون چیزی که به نظر میرسه انجام میدیم با اون چیزی که واقعا داریم انجام میدیم یا دلمون میخواد انجام بدیم متفاوته و با خودمون فکر میکنیم که واقعا میخواد بدونه من چیکارم یا این فقط یه تعامل سطحیه برای اینکه ببینه ارزش اینو من دارم که با هم وقت بگذرونه یا نه. به شاید میخواد بدونه من چیکارم برای اینکه بهم بگه خودش چیکاره، چون کار خودش حتما از من خیلی بهتره. به جای اینکه انقدر جواب دادن این سوال برامون سخت باشه و انقدر نگران قضاوت شدن از طرف دیگر نباشیم، میتونیم جوابی که میدیم همون جوابی باشه که به اون 5 تا سوال دادیم. مثلا که شغل شما اینه که کتاب‌های کودکان می‌نویسید، میتونید بگید من به بچه‌ها رویاهای شگفت انگیز هدیه میدم. اگه شما لباس میفروشید، طراح لباس هستید یا هر چیزی تو این مایه‌ها، میتونید بگید من به آدما کمک میکنم که زیبا به نظر برسن و احساس خیلی خوبی داشته باشن. اگه شغل شما کوچینگ، منتورینگ، میتونید بگید من به آدما کمک میکنم که بهترین کاراشون رو به دنیا عرضه کنن. و گفتن این جمله خودش باعث شروع یک مکالمه خیلی جذاب میشه، بخاطر اینکه اون آدما کنجکاو میشن و ازت میپرسن تو چطور به بچه‌ها رویای شگفت انگیز هدیه میدی. و اینجاست که شما میتونید نه فقط در مورد اون کاری که انجام میدید، بلکه در مورد هدف زندگیتون با اون فرد صحبت کنید. در نهایت یه ترفند کوچولو هم براتون دارم. اگر که هنوزم نمیدونید که واقعا چجوری این سوال تو چی کاره یا جذاب جواب بدید، میتونید اون 5 تا سوال رو برای خودتون جواب بدید و برای چت جی پی تی بفرستید. به چت جی پی تی بگو با توجه به اون 5 تا سوال و با توجه به اینکه آدما اینطوری میتونن خودشون رو معرفی کنن، من چطور میتونم خودم معرفی کنم. من نویسا هستم، دانشجو پزشکی، تو کانال یوتیوبم در مورد توسعه فردی بهتون کمک میکنم. جواب چت جی پی تی به من اینه که
من به مردم کمک میکنم که بدن و ذهنشون رو بهتر بشناسن و سالم‌تر زندگی کنن. امیدوارم ویدیو کمکتون کرده باشه و تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.